الهی با امید تو. خانم آقایان سلام، به کاسب باشی خیلی خوش اومدید، جایی که قرار دنیای کسب و کار رو با هم به تصویر بکشیم. تو این برنامه از چالش‌ها، رونق‌ها و دستاوردهای جدید کسب و کار آگاه خواهی شد. از مصاحبه با کارآفرین‌های برتر تا بررسی شیوه جدید بازاریابی و مدیریت. همه چیز اینجاست تا شما توی کسب و کارتون به اوج قله موفقیت برسید. با ما همراه باشید تا کشف این راز مهم. تو قسمت اول برنامه مرتضی محمدزاده کنارمونه تا بتونیم راجع به سرفصل‌ها و اتفاقاتی که قراره تو این برنامه بیفته یه گپی بزنیم و یک شروع جنجالی داشته باشیم. مرتضی خیلی خوش اومدی. ممنونم سینا جان، من خوشحالم که بتونیم مثل دیتاها اطلاعات در اختیار عزیزان بذاریم که به قول خودت به اوج قله موفقیت برسن. امیدوارم. منم اما امسال خیلی از کارشناسان میگن که سخت ترین سال اقتصادی برای کاسباست. مثلا از برج 4 به خصوص به بعد میگن به شدت شرط اقتصادی وحشتناک میشه. تحلیل تو چیه و چی کار باید کرد؟ ببین، معمولا کارشناسای اقتصادی نظراتی که میدن رو اقتصاد درسته و حالا موجی هم که الان داریم نگاه میکنیم با توجه به کسادی بازار این اتفاق احتمال زیاد میفته، ولی اصلا به نظر من این مسئله مهمی تو کسب و کار نیست، چون در هر صورت اگر اوضاع اقتصادی هم خوب باشه ابزارهای مدرن کسب و کار اومده که اگر کسی متصل به این ابزارها نباشه، ازشون استفاده نکنه، اصلا توی اون چرخه رقابت خیلی پایین تره و این مسئله خیلی مهمتره تو کسب و کار تا شرایط اقتصادی، چون مردم در هر صورت نیازشون رو برطرف باید بکنن برای شرایط. فکر میکنی مواردی که میتونه کمک بکنه که الان داره میگی تو رونق تاثیرگذار باشه بدون تعارف ها، یعنی شعارها و چیزایی که هست بذاریم کنار، چیا دقیقاً به عنوان سرفصلش؟ ببین، یه چیزی که اصلا تو کسب و کار خیلی کم رنگه بحث مشتری هاست، یعنی سامانه‌ای که بتونیم مشتری ها رو مدیریت کنیم، باشگاه مشتریان، سامانه CRM، تبلیغات و احترام، در واقع کارهای احترام سازی که برای مشتری هست، ارزش قائل شدن. دقیقاً این موارد خیلی تو کسب و کارها دیده نمیشه. مردم همونطور که ما با گرونی مواجه هستیم، مردم برای هزینه‌ای که دارن میکنن از این بعد ارزش قائلن و به خیلی موارد توجه میکنن. یه مثال میخوام برات بزنم. مثلا شما مجموعه رستوران‌های میزبان بابرسر رو در نظر بگیرید. به نظر من کیفیت غذاشون بر اساس استانداردها از خیلی از رستوران‌های دیگه حتی پایین‌تره، ولی شما مدل ریسیپشنشون رو، ویتینگشون رو، گارنیششون رو اگر ببینید که مردم یک حس احترام خیلی خاصی از اون مجموعه میگیرن و استقبال میکنن که برن تو مجموعه و برای خودشون اون ارزشی که براشون قائل شده رو کامل دارن لمس میکنن. این تو همه کسب و کارها هست، خیلی رعایت نمیکنن. بزرگترین چالشی که کسب و کارها باش مواجهن به نظر چیه؟ ببین، به نظر من بزرگترین چالش برای یک کسب و کار مدیریت نیروی انسانیه. آیه دکتر فیروزجایی یه جمله خیلی خوبی دارن که داشت با هم صحبت میکردیم، ایشون در واقع من یاد دادم و اونم این بود که ما خودمون یک نیروی انسانی رو تصمیم میگیریم توی یه پوزیشنی توی کسب و کارمون قرار بدیم، مثلا مدیر فروش، در حالی که اصلا توانمندی اون شخص اون قسمت نیست. بعد میایم و چون خودمون تو اون پوزیشن قرار دادیم ازش انتظار داریم که اون کسب و کار رو در اون قسمت تو کسب و کار خوب کارش رو انجام بده ولی خب اصلا تواناییشو نداره، در حالی که نیروی توانمندیه، شاید توی واحد دیگه، توی پوزیشن دیگه نیروی توانمندی باشه. ما باید با HR، با مدیریت نیروی انسانی بیایم نیروی انسانی رو در واقع بررسی کنیم که ببینیم کدوم قسمت به کارمون میاد و از همون قسمت در واقع ازش استفاده کنیم. و طبق این چیزی که گفتیم و همه میدونیم امسال سخت اقتصادیه به خصوص برای کسب و کارها، مهمترین آیتمی که میتونه تو فروششون تاثیرگذار باشه برای اینکه بتونه شرایط اصلاحاً زنده بمونن توی کسب و کارشون دوام بیارن رو چی تو ذهنت داری که میتونه باعث بشه؟ ببین، اگه بخوام توی یه جمله توی یه کلمه حتی بگم، میگم تبلیغات.
و تعریف تبلیغات اینه که تفاوتت رو پیدا کن و اونو فریاد بزن. واقعا من اولم گفتم باید از ابزارها و تکنولوژی‌های مدیریت مدرن استفاده کنید، از مدیریت سنتی فاصله بگیرن و نترسن. مدیریت سنتی یعنی چی؟ مدیریت سنتی یعنی یه نفر همه چیز رو مدیریت کنه. سرآمد مدیریت کسب و کار سنتی توی بابل شیرینی است. مردم از احترامی که بهشون میشه از ساختار فروش لذت میبرن. الان آخه تبلیغات رو من خودم فکر میکنم خیلی هایی که دارن میبینن توی اینستاگرام میبینن مثلا، یعنی 90%ش اینستاگرام باشه. همینه. ببین خیلی اینستاگرام اولین آیتمی که اینستاگرام رو محبوب کرده توی تبلیغات اینه که قیمتش ارزان‌تره، خیلی پایین تر از تبلیغات محیطی یا آفلاین در واقع جواب میده، در واقع هزینه بردار هست. نکته دوم اینه که دست تبلیغ نویس و تبلیغ ساز بازه توی حالا زرد کار کردن اصطلاحاً. حالا بماند دوستانی که دارن زرد و دیگه نارنجی کردن دیگه خیلی دارن زرد کار میکنن، اونم یه اصول خودشو داره. من احساس میکنم که ما باید بتونیم تو دسته‌بندی توی هر قسمت، چون قراره که هر چند قسمت در میون توی برنامه محبت بکنی بیای و راجع به خیلی از مسائل تخصصی تر مرحله به مرحله بریم جلو. یه مقداری حالا کلیگویی داریم میکنیم از خیلی چیزها که بتونیم یک مقدمه ایجاد بکنیم برای این موضوع. اینستاگرام بی تردید یکی از مهمترین فضاهاست دیگه. الان یه اسم هست که آنونسی هم میگه، معین فرجی، اینجوری میگه اصلا اینستاگرام ایشون اصلا داره به همه آموزش میده. حالا پکیج میفروشه، خیلی ها توی تیم ایشونن، خیلی جاها به خصوص چون شمالی هم هست یه جورایی، اینجا بیشتر هم ارق دارن. نظر تو چیه راجع به معین فرجی؟ معین فرجی خیلی زحمت کشید توی کارش و اونجوری خودش هم گفته بود خیلی سخت تلاش کرد خودش رو از یک موقعیت و پوزیشن شغلی تونست برسونه به اینجایی که الان هست و این قابل تقدیره. اصلا کلا به دیدگاه نمیگم حالا همکار، نمیگم هر چیز دیگه‌ای، قابل تقدیر هست. ولی یک ابزارک هست در کنار ابزارک های دیگه‌ای که میتونن به یک کسب و کار توان کار بدن، توان فروش بدن. مدیریت در واقع اینستاگرام یا سوشال مدیا و آموزش های جنرالی که ایشون در واقع زحمتش رو میکشن و در اختیار مخاطب قرار میدن، یک ستون، یک خط یا یک دسته‌بندی از تمام فعالیت هایی است که یک مجموعه باید در کنار هم داشته باشه و این همه محتوای ترندی که در واقع داره تو اینستاگرام ساخته میشه، دیده میشه، همشون بر اساس یک الگوریتم اتفاق نمیفته، همش حسه. یعنی مردم واحد و متحد یک حسی رو درک میکنن، لمس میکنن و در واقع به سمتش میرن. یه ویدیو دیده بودم تو اینستاگرام، یه پسر بچه‌ای کنار اوستاش وایساده بود توی شیرینی فروشی، گفت استام گفته اگر 10K بشم، پیجو بکنم 10K، 3 میلیون تومان میذاره رو حقوقم. در عرض 24 ساعت شد 100K، 100,000 نفر فالوش کردن. اون حسه رو ایجاد کرد. کدوم الگوریتمی اصلا این رو میپذیره؟ چه الگوریتمی؟ خب بیا تحلیل کنه. مثلا من میشینم بشینه، بیا تحلیل کنیم اون چیزی که اینستاگرام توی فعالیت اینستاگرام در واقع درست عمل میکنه، اون سناریوه، اون موضوعی که نوشته میشه که من حس مخاطب رو فعال کنم که حالا بیاد آیتم های الگوریتمی رو در واقع استفاده کنه. این مهم، همه چیز محتواست. راجع به اینستا حالا یه مقداری حرف زدیم، میخوام پلتفرم‌های دیگه هم راجعشون به اون توضیح بدیم. من معجزه دیدم از تلگرام، من معجزه دیدم از روبیکا ایتا. وقتی داری به فروش فکر می‌خوای بفروشی، باید همه آیتم ها رو در نظر بگیری. وبسایت، سئو، مسئله که در واقع خیلی 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 تاثیر میذاره رو فروش. اینستاگرام برای برندسازی خیلی خوبه، برای فروش هم خوبه، برای برندسازی خیلی خوبه. آیتمی که اصلا بهش توجه نمیشه،
فروشی که تو تلگرام اتفاق میفته، فروشی که تو وبسایت اتفاق میفته خیلی فراتر از اینه که تو اینستاگرام اتفاق بیفته. آقا رفتار فروش آنلاین رو، زحمتش رو دیجیکالا و اسنپ کشیدن، استفادهش رو ببر. مرسی از اینکه همراهمون بودی. به نظرم اتفاقای خوبی افتاد، صحبت‌های جذابی کردی. تو قسمت‌های بعدی کلی بی‌پرواتر راجع به کسب و کارها حرف بزنیم تا بتونیم کمک بیشتری بکنیم. مردم هم دوست دارن بدونن از کسب و کارهای موفقی که دقیقاً از چجوری به اینجا رسیدن. تازه کار داریم، مثل شروع ماجراست. مرسی از اینکه همراه ما بودید. منتظر قسمت‌های بعد کاسب باشی باشید.